خب بیننده بعدی رو بدین. خانم خادمی، سرکار خانم خادمی از ایران، بفرمایید. سلام جناب آقای هاشمی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. شما و استاد خدمتی. ممنون. خدمت شما بزرگواران. ممنون. من اول میخوام، البته من در جای دیگه هم اعلام کردم، اعلام شهادتین بکنم. الله لطف دارین، بفرمایید. میگم که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. آفرین بر شما، بفرمایید. آقای هاشمی، من البته خطابم الان یکی دو مورد سوال دارم. بفرمایید. یکی از مشکلاتی که ما داریم برای عرضم به حضور شما مجادله احسن با کسانی که به اصطلاح تعصب شدید روی اهل بیت دارن، در مورد شخصیت هایی مثل جناب ابو سفیان و جناب معاویه هست. چون اونطور که بر ما القا شده، شما ایرانی هستید، حتما میدونید که ما پای منبرها، از تلویزیون، از مناسبت های مذهبی و عزاداری که میشه، تماما اهل بیت پیغمبر رو که فقط یک چیزی بستن در یک دایره محدود، اینها رو، این آقایون رو، این در گذشتگان رو عرضم به حضور شما دشمن اهل بیت پیغمبر میدونن. بله. در مورد دیگه میخواستم عرض بکنم، پیامبر به عنوان پیامبر آخر الزمان، این خطاب به برادران و خواهران شیعه دارم عرض میکنم. بفرمایید. پیامبر به عنوان پیامبر آخرین و خاتم الانبیا توسط خداوند جل و علا، بله، که هیچ خطایی در ذاتش نیست. احسنت. و هیچ اشتباهی در ذاتش نیست. احسنت. پیامبری رو مبعوث میکنه و قرآن رو به او میده و با او در تماس دائمه. احسنت. و چطور ممکن هست این پیامبر بزرگوار در حساس ترین لحظاتی که باید سرنوشت اسلام تا الی روز قیامت تعیین بشه، بله، این پیامبر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله غفلت بکنه؟ زبانم لال. بله. یک، اولا در زمانی که در صحت و سلامت هست، بله، در مکه، در مدینه، در حج‌های مختلف میتونست نگارش بکنه. این نگارش رو پیش افراد امین و شهود در مورد ولایت مثلا امامت امیرالمومنین و سایر اعضا. بله. اولا که در خود قرآن، ثالثا حالا میگیریم مثلا چیز شده، اون قضیه گذشته، این حتما خداوند اعمال میکرد این قضیه رو. بله. و امامت رو به راحتی در قرآن به نام افرادی که اولاد پیغمبر بودن می نوشت. آفرین. و چون خود حافظ قرآن هست، محال بود که بتونه کسی در دست برده در قرآن بزنه. آفرین بر شما. عرضم موضوع شما. بعد میده از کسانی که بعضی آقایون، من متاسفم برای خود اینها من فکر کنم به خاطر لعن اهل بیت پیغمبر و نوابیس پیغمبر و همسران بزرگوار پیغمبر و صحابه نزدیک پیغمبر، که من فکر نکنم اگر خودشون در اون زمان قرار می گرفتن با توجه به رنجی که صحابه پیغمبر، در فشاری که در کفار مکه برشون وارد میکردن و تعدادی رو مجبور شدن به حبشه هجرت بکنن، اون تبعید 3 ساله‌ای که در مکانش یادم رفته الان، شب ابی طالب، عرضم به حضور شما شب ابی طالب، دقیقا. بله. اون همه رنج بکشن و در مدینه مکه رها بکنن. دل کندن از وطن کار آسونی نیست. دل کندن از به اصطلاح موتن آدم یک، به قول معروف، یک جهاد الهیه. بله. یک جهاد الهی که هر کسی قادر نیست.
من میخوام بگم این آقایون اگر یک کدامشون با این همه ادعا در زمان پیامبر قرار میگرفتن، به جرئت میگم مسئولیتش هم قبول میکنم، هیچ کدام همراهی پیغمبر رو قبول نمیکردن، در مصائب پیغمبر شریک نمیشدن، در جنگ های پیغمبر شریک نمیشدن. بعد پیغمبر از کسانی که قرار دین رو منحرف بکنن به قول معروف زن میگیره، ازدواج میکنه و اونها رو به خودش نزدیکتر میکنه. عرضم به حضور شما چرا پیغمبر باید چنین اشتباهاتی رو بکنه در حالی که خداوند ناظر اعمالشه، خداوند او رو هدایت میکنه؟ آیا پیغمبر نمیتونست مثلا حضرت عایشه رو طلاق بده؟ آیا مشکلی پیش میومد؟ یا ام المؤمنین حفصه رو طلاق بده مشکلی پیش میومد؟ اصلا رفتار اینها، گفتار اینها، اگر من از جامعه اهل تشیع، من در شبکه‌های دیگرم گفتم، آفرین بر شما، گفتم بیدار شدن از این خواب غفلت، این گرد به قول معروف خاک مرده‌ای که بر ما جامعه شیعه پاشیدن با عزاداری ها، با چیزهای دروغ، کار آسانی نیست آقای هاشمی و جناب آقای خدمتی. دقیقاً یک جهاد به قول معروف همه جانبه میخواد. بله. من میخوام ازتون خواهش بکنم، اینها در بعضی از شبکه‌ها با وجودی که به نگارندگان کتاب که به قول معروف احادیث رو از اون میگیرن و به صحابه و شیخین فوش میدن، بله. بعد ارزم به خودشون چیزی ندارن، انقدر فقیر هستن که هیچ منبعی ندارن که مراجعه میکنن. اولا باید به شرافت و به آزادگی و ارزم به حضور شما صحیح بخاری، امام بخاری، امام مسلم و هر کس که در این رابطه صحبت کرده حدیث ها رو چه به نفع ارزم به حضور شما همسران پیغمبر، چه به نفع حضرت امیر، چه بر ضد خلفا که اینا بعضی‌ها رو همه از اینها استناد می‌کنن، آیا اینا انقدر فقیر هستن که از لحاظ فقهی مراجعه میکنن به کسایی که به اونا رو علیه بالله لعنت میفرستن؟ انسان باید قدرت تحلیل داشته باشه استادان بزرگوار. البته من به گرد پای شما نمیرسم، ما لطف داریم ماشاءالله، خدا رو شکر میکنم که شما عرضم به حضورتون این توفیق رو پیدا کردید، این فرصت رو پیدا کردید در شبکهاتون اینها رو به نقد میکشید و عرضم به حضور شما این امامت دروغین الان به جایی رسیده که ما ولایت فقیه رو به ما میگن ولایت الله هست. متاسف. ولایت فقیه استمرار ولایت الله هست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بله متاسفانه. من مدت ها بود، من البته از ماها پیش چه شبکه وسال و چه شبکه شما منتظر این بودم که به اصطلاح این برنامه رو شما برای اندازی بکنید و خدا میخوام که اون قدرت رو که امام موسی، حضرت موسی پیامبر، معذرت میخوام، از خداوند خواستن که رب بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، کلام شما رو این در قلب کسانی که در خرافات میرن از به حضور شما بنشانه، این گرد انحراف رو بنشانه، ممنون، پاک بکنه از بین اینها و حرف حق رو در دلشون بنشانه. من البته اگر کمی دستپاچه شدم به خاطر این تماس مستقیم بود. بازم بایستی گفت دریغ است ایران که ویران شود. این افرادی در ایران باشند به خدا آدم را به یاد دانشمندان ایرانی می‌اندازند. هستند. هر روز ما امثال این بزرگواران شاهد هستیم و خیلی ها هستن که نمیتونن با ما تماس بگیرن. بله دقیقاً. حالا من ایمیلی که رسیده من مفصل میخونم، میگه به خدا اگر من این مشکل رو نداشتم، ترس از جون خودم نداشتم، حتما هر روز تماس میگرفتم، مشارکت میکردم و امثال اینها
زیادن. هر روز شما ببینید با این فضای خفخانی که هست، با این وضعیت تماس میگیرن. حقیقتا ما شرمنده هستیم، بینندگان یعنی تعداد تماس ها روزانه به 800 900 تماس میرسه که استاد خدمتی حقیقتا آدم میمونه چطوری این تماس رو بس کنه.